در دایره نقشه چرابینی‌های کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ریاست کار با زنان و عائله نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختمون در شهر کلوب چرابینی تحت عنوان صدرنگ چکن برگزار گردید که دایره وسیع هنرمندان و چکندوزان منطقه باختر و کلوب را با هم آورد. همچنین در رفت برگزاری چرابینی سازمان یافته معاون رئیس ولایت ختمون شرکت نموده از هنرهای دستی بانوان منطقه باختر و کلوب دیدن نمود. تاجیکان مردم خوشبختند که در طول هزار ساله ها به آن همه جبر از تاریخ کشیدهشان زبان، عرف و عادت و عنعنه‌های ملی خیش را از دست ندادند. ما امروز محصول دست زنان و بانوان ناحیه کشانیان را هم به معرض تماشا هم به معرض فروش آورده ایم. چخیلی که هر یکی ما آگاه هستیم بخصوص تاجیکستان ما را با فرهنگ با رسم و آیین تاجیکانه خود میشناسند. بخصوص چکندوزی که یک رسم قدیمه ما است، یک آیین قدیمه ما هست، به واسطه با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام علی رحمان امروز انا همین چکن ما اثر نو زنده شد، اثر نو احیا شد. باید گفت که بعد از نمایش هنرهای دستی بانوان ختلان و کلوب در قصر فرهنگ شهر کلوب قسمت تنتنوی چرابینی ادامه یافته. برآمد کنندگان راجع به فستیوال آزمون صدرنگ چکن سخنرانی نمودند. همچنین به قطار بانوان و گلدختران هنرمند جهت اشتراک در این فستیوال آزمون افتخارنامه و دیگر تحفه های تأسیس نموده کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و ریاست کار با زنان و عائله نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان در فضای صلح و ثبات پایدار وطن سپرده شد. چرابینی سازمان یافته با سرود و ترانه‌های دلنشین در سطح بلند خاتمه یافت.